بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، اینک ما درس خود را دوام میدهیم از کتاب 48 سؤالا في الصيام، یعنی نام کتاب 48 سؤال آیدی روزه، لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. یعنی از آنی شیخ علامه محمد بن صالح، الله سبحانه و تعالی این کس را و والدینشان را و جمیع مسلمانان را مغفرت کند. موضوع درس ما آغاز می‌یابد آنجا که شیخ می‌فرماید تحت سؤال 34: اذا رؤي صائم يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا فهل يذكر ام لا؟ یعنی اگر شخصی روزدار را بینند که به فراموشی در روز رمضان خورده ایستاده است یا که نوشیده ایستاده است، آیا این کس را خاطررسان کرده می شود یا که می ماند که به حال خود خورده سیر کند؟ یک کس دیده که به فراموشی در روز رمضان خورده ایستاده است یا که نوشیده ایستاده است، سوال میتین که آیا این کس را خاطررسان کرده می شود که تو روزدار است یا که روزه است، یا که چرا خورده ایستاده، چرا نوشیده ایستاده، یا که میمونه او را به حال خود؟ شیخ در جواب میفرماید که من رأى صائما يأكل او يشرب في نهار رمضان فإنه يجب عليه ان يذكره. کسی یک روزدار را بیند در روز رمضان خورده ایستاده است یا که نوشیده ایستاده است، واجب است به او را خاطررسان کردن، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سهى في صلاته، بنابر قول پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هنگامی که در نماز خود سهو کرد، خطا کرد، گفت فاذا نسیت فذکرونی، وقتی که من فراموش کردم مرا خاطر رسان کنید. حدیث بخاری روایت میکنه. والانسان الناسی معذور للنسیان، شخصی یا که انسانی فراموش کردگی و به سبب فراموشش معذور است، عذر دارد. لكن الإنسان الذاكر الذي يعلم أن هذا العمل مبطل لصومه ولم يدل عليه يكون مقصرا. ولی انسانی که وای یعنی فراموش نکرده ایستاده است و یادش هست که روزه هست، که میداند که این کاری که کرده ایستاده است این باطل کننده روزی او می باشد و در برابر دید و دانست دلالت به اون نکند، این هم یک تقصیر کار می شود، مقصر می شود. لأن هذا هو أخوه فيجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، چون که این کس برادر او می شود، واجب است که برای برادرش دوست دارد آنچه را که برای خود می پسندد. والحاصل أن من رأى صائما يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا فإنه يذكره. خلاصه الحمد لله. خلاصه کسی که بیند یک روزدار را خورده ایستاده است یا که نوشیده ایستاده است در روز رمضان به فراموشی، باید که وی را خاطر رسان کند. و علی الصائم ان یمتنع من الاکل فورا، و واجب است به شخص روزدار چیکار کنه؟ از خوردن خود را باز دارد فورا. ولا يجوز له ان يتمادى في اكله او شربه، نباید که وی دوام دهد خوردن و نوشیدن خودش را، اکو خورده هم گفته. ولا يجوز له ابتلاعه بعد ان ذكر او ذكر انه صائم، یعنی اگر در دهانش باشد جایز نیست فرو بردن آنچه که در دهان دارد بعد از اون که وی خاطر رسان کردن یا که خودش به خاطرش رسید که او روزه دار است. و انني بهذه المناسبه اود ان ابين ان المفطرات التي تفطر الصائم لا تفطره في 3 حالات. و من با مناسبت یک به همین مناسبت میخواهم که یک چیز را روشنی اندازم که همون چیزهایی که روزدار را ویرون میکنن، اون وقت اگر ما بادا همین 3 حالت باشد روزش را ویرون نمیکنن. همین چیزهای روزه را ویرون میکردگی در 3 حالت روی داده شدگی باشند، روزش ویرون نمیشود. اذا کان ناسیان، وقتی به فراموشی بعد روزش ویرون نمیشد. و اذا کان جاهلا، جاهل باشد نمیدونسته باشد که همین روزه را ویرون میکند، روزش ویرون نمیشد. و اذا کان غیر قاصد، یعنی برقصد نباشد، یعنی به اختیار خود نباشد، روزش ویرون نمیشد.
فاذا نسي فاكل او شرب فصومه تام. وقتی که فراموش کرده خورد و نوشد روزی او پر است. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. بنابر قول پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم که فرمود کسی فراموش کند و حالا که روزه دار است بس خورد و نوشد باید که روزش را به اتمام رساند. و انما اطعمه الله و سقاه، چون که این کس را الله خورانده است و پوشانده چی و نوشانده است، خیلی پوشانده است. خب و اذا اکل او شرب یظن ان الفجر لم یطلع. اگر یک کس خورد یا که نوشد با گمان اینکه حال صبح ندمیده است، او یظن ان الشمس قد غربت، یا گمان کرد که آفتاب کیها فرو رفته است. ثم تبین ان الامر خلاف ظنه، بعد از آن انک شد که این کار عکس گمانی او بوده است، یعنی حال آفتاب ندرآمده که بوده است، این افطار کرده ایستاده است یا که چه این خورده ایستاده است و یا که چه صبح دمیده بوده است. فإن صومه صحيح، روزی چنین کس درست است. لحدیث اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنهما، بنابر حدیث اسماء دختر ابی بکر رضی الله عنه، این حدیث خوانده گذشته بودیم. گفت افطرنا فی عهد النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی یوم غیب، در ایام پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما افطار کردیم در روزی که روزی ابری بود، هوا پوشیده بود. ثم طلعت الشمس، یکی بینیم که آفتاب پیدا شد. ولم یأمرهم النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالقضاء، ایشون را پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر نفرمود که قضا کنن این روز. ولو كان القضاء واجبا لامرهم به، اگر قضا واجب میشد ایشون امر میفرمود. ولو امرهم به لنقل الینا، یا که لنقل الینا، اگر ایشون امر میفرموده بود به ما نقل میشد، یعنی خبر به ما آورده میرسوند. لانه اذا امرهم به صار من شریعت الله، چون که اگر ایشان امر میفرمود این شریعت الله میشد. و شریعت الله لابد ان تكون محفوظه بالغه الى یوم القیامه، و شریعت الله باید که محفوظ باشد و دوام دهنده باشد، باید تا روز قیامت. هیچ ممکن نیست که یگون شریعت الله پوشیده ماند تا روز قیامت. و كذلك اذا لم يقصد فعل ما يفطر فانه لا يفطر. همچنین روزش ویران نمیشه وقتی که مقصد نداشته باشد انجام دادن آنچه را که روزه را میشکند، چنین کس هم روزش ویران نمیشه، یعنی برخاست نکرده. مثلا کما لو تمضمض، مثلا در دهنش آب گرفت، فنزل الماء الى جوفه، و آب به اشکمش در آمد، یعنی که به معده‌اش رفت. فإنه لا يفطر بذلك، روزش نمیشکنه به سبب این. چرا؟ لأنه غیر قاصد، چون که این مقصد نداشت، نیتی روزش خوردن نبود. و کما لو احتلم وهو صائم فأنزل فإنه لا يفسد صومه. و همچنین اگر احترام شود، یعنی خواب بیند و روزه دار باشد و بیدار شد که احتلام شده است، یعنی که آب برآمده است، آبی منش، این یعنی که روزش نمیشکند. چرا؟ لانه نائم غیر قاصد، چون که این کس خواب بود و برقصد نکرده است این کارا. وقد قال الله عز وجل، الله سبحانه و تعالی میفرماید وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، یعنی بالای شما یگون باک گناهی نیست در اون کاری که شما او کارا به خطا کردید، سهوا کردید. ولكن ما تعمدت قلوبكم، یعنی گناه آن وقت میشود که یک کارا شما از صمیم قلبتون قصد و نیت کردگی باشه. خب این بود سوالی 34. سوالی 35: هل يعتبر ختم القرآن في رمضان للصائم امرا واجبا؟ آیا ختم کردن قرآن را در ماه رمضان برای شخص روزه‌دار این را همچون یک امر واجب اعتبار داده میشه؟ نه واجب است که هر یک شخص روزه‌دار باید که حتما قرآن ختم کنه. شیخ میفرماید که ختم القرآن فی رمضان للصائم لیس بامر واجب، یعنی قرآن در ماه رمضان ختم کردن برای شخص روزه‌دار این یک امر واجب نیست. ولكن ينبغي للانسان في رمضان ان يكثر من قراءة القرآن، ولی باید برای انسان خوب میشد که در ماه رمضان چیکار کند؟ بسیار قرائت قرآن کند.
كما كان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم چون شخلكين سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم است. فقد كان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن كل رمضان و چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را جبریل قرآن خوانی میکرد به او و هر ماه رمضان. یعنی هر دوشان قرآن بسیار میخواندند در ماه رمضان، قرآن خوانی میکردند. نكتفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.